سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. ما هممون برای تمیز کردن خودرو دنبال وسایل خونگی و ارزون میگردیم، غافل از اینکه ارزون ترین چیز و بهترین چیز تو دیجیکالاست. ببینید ما یه سری محصول خریدیم واسه تمیز کردن خودرو، تو قسمت‌های قبلی آنباکس کردیم، قیمتش هم گفتیم که اگر بخواید همینا رو چند منظوره یا هر چیز دیگه‌ای بخرید خیلی قیمتش بیشتر از اینا در میاد و الان بهتون نشون میدم باز چیه. این دوتا محصول بود، یه دونه شامپو نانو بود، یه دونه هم این سف شوه بود که من قبلا تست کردم، خودم قبلا استفاده کردم، حالا اینو واسه شما دارم میگیرم. اصلا با این قیمت 78000 تومانی و این داستانا نیست مثل اینا. حالا تستش میکنیم. اگرم دوست دارید ویدیو آنباکسشو ببینید براتون میذارم این بالا، پاشید برید ببینید. اونم خفن شده، خیلی محصول دیگه هم بود، ویدیو خفنیه. اول از همه این سف شو ما بچه‌ها از اینجاها من استفاده کردم تا این بالاها، اینجا هر قسمتی رو تو بگی من استفاده کردم. پاک میکنه، حتی این مخملا هم پاک میکنه بچه‌ها. الان من روی این قسمت بساتون تست کنم، اصلا رنگش روشن میشه، ببینید. و در نهایت بچه خیلی سریع، فقط اینجا رو ببینید چجوری پاکش میکنه. اصلا ببین اینجا روشن شد، تفاوت رنگ اینجا رو اونجا ببینید. اصلا امکان پذیر هست همچین چیزی اینقدر تمیز بکنه. خب آقا اینجا رو ببینید چه تفاوتی ایجاد میکنه. خب حالا البته اینم یه ذره به خاطر خیسیش روشنه، ولی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. خب من از دیجیکالا گرفتم، ویدیوشو برید ببینید دیگه. و حالا شامپوی نانو، الان من این در رو کامل شستشو دادم، میتونید مقایسه کنید مثلا با این در. اصلا رنگشون قابل مقایسه نیستش. اوکی، اینم از شامپو نانوه. خب قشنگ یه جلای خاصی میده و ماشین قشنگ بازتاب داره و رنگ ماشین یه حالت خاصی به خودش میگیره، خیلی بهتر میشه. یا تست آبم حالا اگر بتونم براتون میگیرم، خودتون بسنجید ببینید چجوریه. در کل به نظر من با این قیمت عالیه، عالی‌تر از عالی. حجمش هم بهتون نشون بدم چقدرش مصرف شد. نه ببین الان بار سومیه که من مصرف میکنم و خیلی چیز تر تمیزیه. و بذار یه تست آبم بگیرم. رکب خوردیم، آب قطع شد و شد. داخل ماشین هم نشون بدم برقشو، این تر تمیزی داخل ماشین که اصلا سف شوه خیلی خفنه بچه. ماشینتون تقریبا نو میشه بچه، اصلا حتما پیشنهاد میکنم. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. به لایکتون، کامنتتون نیاز دارم، واقعا به درآمد این چنل نیاز دارم. مرسی که بس حمایت میکنید، دمتون گرم.